من از برای سود سینوکی نهادینانه برای من حکم کرده بودم. شکایت کردم و هماندن که وضع سلامتی مرا به نظر گرفت و 8 فرزندی که دارم اینا رو به نظر نابالغ هستند به نظر بگیرید و مرا حتی مقصد حبسی بغیر حبسی خواب جریمه باشد و چی باشد مرا سودم رو ببینید، ولیکن یکم چاره دیده نشد و به تغییر گذاشتم. اما خود تمام بنابر نمی‌حسابم، برای که این کودکسی که مانده در آن نه زورآوری و نه اینکه لزبیان که و نه دیگر و نه اینکه جادوگری و دیگر چیزا دیده نمیشه در اونجا که مرا شالی که میگم ملای جادوگری اینا همش در حکمت بهتان است. شما حضور درس کرده که در کارهای اصلاحاتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در وقت ادای جزا وضع سلامتی خود رو گم کرده استودید. من عصبم خراب شده حاضی و درد جگر و مرا غم می‌دهد، بسیار ناآرامی شد، کسری خیالی فراموش خاطری در من پیدا شده است. چون وضعیتم کم کم سلامتیم از دست رفته ایستاده است. نسبت همون آدمانی که بسیار در گازیت‌ها یا چاپ اینه که ملای جادوگر و همیشه تهمت‌ها نسبت من را دیدن، من میگم که اینا همش در حکمت تهمت است. اگر من جادو دیگه چیزا رو میتونستم از اینجا وقت برآمده رفته بودم. من امروز در سنه 27 نوامبر سال 2013 تخمینا ساعت 10:20 شکایت کاساسیونی ما از طرف سودی سینه شهر دوشنبه با اشتراک رئیس کلیگه سودی شهر دوشنبه محترم فخرالدین زدامیتوف دیده بر اومده شد و وجه‌های در شکایت کاساسیونی آورده ما با پررگی درج کرده شده است و اوید بیگناهی زیرمای ما رو در مرافع سودی با پررگی تصدیق کردیم که این حالات رو از طرف کلیگه سودی و اینوباد نگرفته حکم زینه یکم اول رو دستگیری نموده. شکایت کاساسیونی ما رو به بررسی مونده. ما همین را گفتنیم که ما باوری نداریم در همین کارو. من 30 سال میشه وقتی مردک زندگی میکنم ایو همه در حق تهمت ایو یکون وقتی خیلی خوری را من دیدگی نیستم.